بگو کجا رسید طالبا؟ طالب مال تار مار شده. بیشکت من میگم اینه ایجا آوازت میگن رخه رسیده یک تا می پشغور رسیده بعد پدر از این خبیسان حالت یا اینطور است خب انجمن 500 نفر کماندری تا شد قد شامدن تا کرون منجان خب ایسی برای ارزا رفتاندن اندروی تا شدد ایران بریون هستند بریون شدن بریون اینجا اینمیایی که در سردیچی در خواه که در اشتیوات یا در اشتیوات بودن اینمیا اسیر موندن خب این بچاره مردم میگه بونشون همیا بیان دیگه اینمی در مخینج آمدن اسیر هستند بچاره اسیر آمدن در مخینج آمدن در مخینج آمدن بدل ایرکم ماشر سر زیا گذارن این بار میان میتو یا میگه بمریم یا میتو بریم یا پایون هر کس میگه بونش بیا پیش ما اون بونش پیش ما بیا یک حالی هست هر کس میگه ما غلیمت دیگه خیلی شکر دست مجاهدین پنشیر بالاست فعلا تو خبران میگه خبران دروغای طالبان را گوش نکردیم من میگم تا کرون منجان تصویه شد اینجا پل سورا پروندن مکمل اینمی نیروی اندراب تا خوا که تا اینی داشت دیوت خمسه از دوست کرون منجان پریون اینجا کلش اسیر هستن کلش اینما برد تا کرون منجان 500 کماندو پاون شد تا کرون منجان همی تو تصویش کرد که پاک کش کرد بدخشیان تسلیم شدن یک رقم حالت هست اینجا که 180 میره دیدی که در تلویزیون آمد طرف پایین شمالی آفرین مورک دیدی نه؟ مورک چیز که گفتن یک دانش نمونده کلش اسیر گرفتن کلش حق است الله ماشاءالله الله اکبر خدا نگاه کنه اینمی چیزه که پایپا که دموروی تنگ از او بغلا و نومده یک تنگیه که کس آفرین اومده بلم سرک کم تو اومده اوی اینمی جارون رسید میروشون تل باش رسون زد پدرم قطور ترشد زد بدرم سرک پرون یک رقم بدر این ما قوات داخل پنشیر من تا اونوه اون دیدی در تلویزیون آفرین در تلویزیون دیدی نه؟ والا اینجا برنفع مجاهدین نشان نمیتن برنخ نشان میتن ایت بی غیرت های هستن اینجا کلگی فکر والا میال امیدستی انداختین که رخه سقوط کرد جنگ در بازارک است ایو دروغ از کلش این موقع این دستانه هستیم شکر کار مار شده ایسه که دیگه او در گفتن نمیتونن اینو دی تو این ایران مونده برو برایم برادران انشالله که همگی جور صحت سلامت باشی. این پیشتر یکی از دوستا خارو گپ زدیم این نیروهایی که از طالبا گیر مانده بودن در منطقه باموردار اونا هستند که پایین اجازه داده نشان در خینج هم زده نشان هم تو سرگردان هستند میخواین که در هر منطقه یا را تار مار کنن. انشالله هیچ قابل تشویش نگرانی نیست. همین لحظه ما گپ زدیم سلام. فعلا در سیاه کمر بچه های پشغور ما و شما در بالا موضعشان هست یا را زده روان هستند. فعلا همینجا استاپ هستند. موترهای آیلکس هایشون در برجمن ایلا کردین در موتانگای ضربتی آمدین اینجا. فعلا بچه های پشغور یا را زیر آتش گرفتین همچنان همین قسم خینج.